نشینوی برنامه خبری رادیو آزادی رو تقدیم شما میکنیم. شعله گل خوجه هستم. سلام. امروز 23 январ است و این موضوع ها رو داریم. داستانی ولایت ختلان برای تیری سربازان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی که به خانه ساکن این ولایت اصابت کرد کسی را تنبیه نداد. برای جوان علامت‌های جنایت معلوم نیست. سهامی از دولتی بهتر کارخانه دولتی توجیک سغورتا برای عوض کردن شکل فعالیت به حکومت توجیکستان مراجعت نموده است. در سالهای پیشین ما زیاده از 50% بازار سغورتا به توجیکستان بود. و هلاکت 52 مهاجر ازبکستانی در و به روسیه توجه ازبکستان را به مشکلات مهاجرت کاری جلب کرد. و شروع میکنیم از آن که کمیته اندازی توجیکستان بیش از 100 عضوخانه جمله شبنمی سورايو و سادريددini نجمidinro برای فعالیت بدون پتانت عیبدار کرد. رهبریت کمیته روز 23 январ گفت که این عضوخانه در اول برای قانونی کردن فعالیتشان پتانت گرفته سپس آن را ختم نمودند. مالیات فعالیت برای عضوخانه در توجیکستان 10 سال پیش جاری شد و عضوخانان چون سوی کار انفرادی باید هر ماه به خزینه دولت مبلغ سپارند. با ادعای کمیته انداز عضوخانان بدون پتانت منفعت خود را از منفعت دولتی بالا گذاشتند. دادستانی ولایت ختلان گفت برای آسیب دیدن 3 خانه از تیر نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی کسی را تنبیه ندادند و یا به جوابگاری نکشیدند. محمود نصرالله زاده درباره این حادثه امروز ضمن نشست خبری در شهر قرغنتپه صحبت کرد. تیر سربازان ماه نوامبر سال گذشته به منزل چند ساکن در ولایت ختلان ضرر رسانده بود. همکارم کیومرسیاتو درباره آن میگوید که چرا دادستانی کسی را تنبیه نداد. یکی از خانه‌هایی که هنگام مشق‌های وسیع مقیاس نظامی در شهر توس از تیر دیدوی زره‌پوش‌ها آسیب دید. خوشبختانه در خانه کسی زخمی و یا کشتن نشد. دخترچه‌ام اگه اینو مکتب تا 20 بودم که سرشیدگیش زنادم تقویم کردم هم خانه اونو خانه نون چیکردم برای تندو. در اول صدمه دیگر گوشه‌های خانه را مشاهده نکردند. اما بعد از رفتن ماموران میلیسا دیدند که چند جای دیگر هم آسیب دیده است. بعد بچه ما مکتب اومد بمب برمدک بعد گفته نیو چه خونه بینیم خونه گفت خونه دیدیم که پتولوگ شکفت دیوار شکفت بعد اوجه نه روز کده بدیم. تیرهای دیدو از اینجا از رزمایشگاه حرب میدان به خانه محیدین قربانوف در دهه اتفاق برخورد. در اینجا روز 11 نوامبر سال 2017 مشق‌های نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی ادامه داشت. نیروهای تاجیکستان و روسیه، ارمنستان و بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان شیوه‌های مبارزه با تروریستان را تمرین می‌کردند. بعد از تقریباً 3 ماهی حادثه، دادستان ولایت ختلان روز 23 январ در یک نشست خبری در شهر قرغنتپه گفت تحقیق خاتمه یافت، اما کسی به جوابگری کشیده نشد. این حادثه جای داشت در ناحیه شهر توس. برای جوان علامت‌های جنایت معلوم نیست. اما پنجشنبه رو بیان کرده. ضرری که به دستمزد پرداخت کرده شده. اون خیلی شکایت، اون خیلی دعوا، اون خیلی عریضه وابسته به این مسئله. چقدر ضرر شده؟ دادستان ولایت ختلان نگفت که به صاحبان خانه‌های آسیب دیده چقدر جبران پرداخت کردند، ولی او افزود در سال 2017 صدها پرونده جنایی برای تقسیم غیرقانونی زمین در ولایت باز نمودند و آن هم تقسیم زمین برای خانه سازی. رو می‌ریم به موضوع دیگر. کارخانه دولتی توجیک سغورتا می‌خواهد شکل فعالیتش را دیگر کند. رهبریت این کارگاه روز 23 январ در نشست خبری گفت که رشد شرکت‌های خصوصی و یا دستجمعانه بیمه کنانی فعالیت آنها را به مشکل مواجه نمود. نظرهای نیز هست که وجود شبهه و ناباوری به دریافت مبلغ بیمه به هنگام ضرورت اکثر شهروندان را از شرکت توجیک سغورتا دور کرده است. چنانچه موضوع در گزارش شادمانیتی. درآمد حساب پسندازهای بانک 280,000 تومانی. مسئولان تاجیک سغورتا گفتند که دوام سال گذشته به این کارخانه دولتی بیشتر از 30 میلیون سومانی مبلغ وارد شده است.
هرچند فعالیت یک ساله این کارخانه مثبت ارزیابی می شود، رهبریت آن از دولتی ماندن آن چندان خوشبین نیستند. با ارسال یک نامه از حکومت خواستند تاجیک سوغورتا شکلش را عوض کند. در نظر است آینده این کارخانه دولتی یک شرکت سهامی شود. از این خاطر سال گذشته در نتیجه که با شرکت‌های غیر دولتی اجازه نامه داده شد، حجم کارها از روی نمودهای سوغورتای حتمی با ما کم گردید و این یک تاثیر خود را با ما کمی رسانید. ما به خاطری که در آینده، در سالهای آینده پیشگیری کنیم که مثلا کارمندان ما، مقدار کارمندان ما کم نشود یا اندازبندی با بودجه کم نشود یا خود خودی تاجیک سوغورتا برهم نخورد، ما لازم شماریدیم که شکل تشکیلی اقتصاد کمی دیگرگون کرده شود. با زیاد شدن شرکت‌های سوغورتاوی غیر دولتی به نظر می رسد که تاجیک سوغورتا در بازار بیمه رقابت پذیری خود را تا جای از دست داده است. یکی از بزرگترین شرکتی که به مسافران بیمه حتمی میداد تاجیک ایر بود که آن هم در پی بحث‌های مالی از خدمت رسانی این شرکت دولتی دست کشید. از شرکت‌های مسافرکشانی تنها راه آهن از این بیمه دولتی استفاده می‌برد. مسئولان هم اعتراف می‌کنند که حصه این شرکت دولتی در بازار بیمه کم شده است. در سالهای پیشین ما زیاده از 50% بازار سوغورتا به تاجیکستان بود تا سال 2016 و حقگزاری جبران ضرر باشد تا 90% حقگزاری جبران به حصه تاجیکستان تشکیل میداد، ولی در سال 2012 این حصه کم شده است. تاجیک سوغورتا حالا از روی دو شکل سوغورتای حتمی و اختیاری فعالیت میکند. تا سال قبل این کارخانه یگانه شرکتی بود که سوغورتای حتمی داشت. از جمله همه واسطه های نقلیات، حیات خدمتچیان دولتی، حربی، وکیلان خلق و پرزیدنت بیمه حتمی می شوند. پرداخت مبلغ سوغورتای اختیاری برای خانه و انشاءات 2% ارزش اصلی و برای واسطه نقلیات 3% آن را تشکیل می کند. از همه بیشتر راننده ها که واسطه نقلیاتشان سوغورتای حتمی می شود به این نهاد مراجعت می کنند. هرچند مسئولان میگویند وابسته به مبلغ پرداخته هر نفر ضرر را جبران می کنند، ساکنان میگویند روند گرفتن آن مبلغ تا جای مشکل است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. نگاه می‌اندازیم به ازبکستان. در این کشور دفن شماری از 52 مهاجری که روز 18 январ در راه به روسیه در مسافربر سوختند جریان دارد. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان گفته است بعد این فاجعه خوابش نمیبرد و به پیوندان هلاک شده ها کمک مالی وعده نمود. در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا زیاد است که چرا در ازبکستان به یاد مهاجران فوتیده روز ماتم ملی دایر نشد. با این سوال من به همکارمان سراجدین اسلام مراجعت کردم. البته در ازبکستان حکومت ازبکستان شوکت میرزیویف روز ماتم اعلام نکرد، ولی ضمن سفرش به ولایت سرخندریا که در جنوب ازبکستان واقع است در مجلس نماینده های ولایت فعالان ولایت از حادثه اکتبر یک چند دفعه اظهار نظر کرد و اعتراف کرد که عیب در این صدمه دولت بیشتر است. این بار اول است که خود رهبر کشور مسئولیت به گردن خودش گرفته است و گفت که بیکاری در خود ازبکستان مجبور میکند میلیون ها ازبکستانی ها را به روسیه و قزاقستان روانه کند. غیر از این شوکت میرزیویف یک کمیسیونی را تأسیس داد عبارت از سروزیر، وزارت حالت استردادی و وزارت تندرستی کشور. خود همون روز یک هواپیمای مخصوص را به ولایت اکتبر روان کرد که تمام اسناد را برگرداند.
بله شما مثلا از شوکت میرزیویف یاد کردید ببینید در دوره حکمرانی اسلام کریموف پرزیدنت دور موجان ازبک رو همچون دنگوسه یا بکرخوجه نام برد که از کار میگریزند و به روسیه میرن. اما شوکت میرزیویف گفت که در مهاجر شدن ازبک ها دولت گناهکار است. چرا دو رهبر اوید یک مشکل دیدگاهی مختلف دارند؟ خود شوکت میرزیویف پیش از سال نو در یک مجلس جلسه دولتی گفت که او از وضعیت کشور بهتر از همه خبردار است. مناسبت ازبکستان با مهاجرین خودش باید تغییر یابد چون اینها فرزندان خودمان هستند گفت. به نظر من شوکت میرزیویف خوب درک میکند که بیش از 2 میلیون مهاجر ازبکستانی، مهاجر مهنت ازبکستانی در خود روسیه کار میکنند و اینها می توانند به بودجه کشور کمک خیلی زیاد بیارند و آورده ایستادند. شوکت میرزیویف میداند که مقام آنها در روسیه و دیگر کشورها خوب نیست و شوکت میرزیویف سال گذشته ماه اپریل ضمن سفرش به روسیه با پرزیدنت پوتین یک جای یک توقفنامه را امضا کرد که در آنجا با مهاجرین ازبکستانی برتری ها یعنی عیناً قید شده است. تفصیلات این صحبت و هم جزئیات ساختار مسافربری حامل مهاجران ازبک را میتوانید در سامانه ما www.azodi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. با گذشت 2 هفته از تجاوز و کشتاری زینب انصاری 8 ساله که با موج اعتراضات در پاکستان پیچیده بود، تحقیق حادثه هنوز ادامه دارد. با وجود آنکه مقامات پلیس گفته بودند دنکای قاتل را معین کردند، اما او تا هنوز در آزادی است. گذشته از این احتمال می رود که این نفر در کشتاری چند نابالغ دیگر هم دست دارد. طاهر سفر با جزئیات بیشتر. جستجوی تجاوزگر و قاتل کودکان در پاکستان. تنی به جان زینب امینی 60 ساله را در همین جا در ناحیه کسوری پنجاب یافتند. در همین جا در چند سال اخیر مثل زینب چند کودک دیگر را پیدا کردند. قتل وحشتناک زینب خشم مردم پاکستان و این نگرانی را برانگیخت که قاتل همه کودکان یک نفر است. شاید به دخترم گفتند که او را پیش من می آورند. شاید چیزی گفتند که از پسشان برود. وگرنه دختری زیرک و گپشنو بود و می دانست که نباید با بیگانگان گپ زند. مثل زینب در 2 سال اخیر در شهر پنجاب 12 کودک را تجاوز کرده کشتند. مفتشان در چند قتل علامت‌های دینکه‌ای یک نفر را پیدا کردند و میگویند ممکن است یک قاتل کودکان را شکار میکند. می توانم بگویم که در 80 تا 90% حالتها قربانیان زخم‌های شبیه دارند. آثار نفسگیر کردن، آثار سوختگی، زخم تیغ و حتما آزار جسمانی قربانی دیده می شود. پاکستان فقط سال 2016 برای سوء استفاده کودکان جزا مقرر کرد. از بس که در کشور درس جنسی وجود ندارد، کارشناسان میگویند بسیاری از این جنایت‌ها پنهان میمانند. در پنجاب همچنین سال 2015 یک گروه کودک آزار را فاش کردند. از این رو ساکنان از تنها گذاشتن کودکانشان میترسند. کودکان را در خانه محکم کرده میگویم که در خانه درس خوانند یا کودکان را خودمان به مکتب برده میاریم. ما باید کار کنیم یا کودکان را پاسبانی کنیم. قتل زینب در پاکستان سوال مبرمی را مطرح کرد. سوالی چگونه محافظت کردن آسیب پذیرترین قشر جامعه؟ سوالی که پاسخ به آن را مردم اینجا به زودی نمیگیرند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می‌دهیم. جزئیات خبر و گزارش‌های امروز و دیروز و موضوعهای روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده است. صفحه‌های ما در همه شبکه‌های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جوانی سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشد.